با سلام و احترام برای ثبت مقالات اوریجینال ما، یعنی مقالاتی که سیستماتیک ریویو متا آنالیز نیستن، وقتی وارد سایت ریسرچ ریجستری شدیم این گزینه اول ریجستر یور ریسرچ رو میزنیم. وقتی اینو وارد زدیم، البته قبلش من توضیح بدم، حتما نیاز دارید تو این سایت ثبت نام کنید و موقع ثبت این باید لاگین بشین. حالا من از قبل لاگین شده بودم، وارد این سایت شده بودم. وقتی که وارد این قسمت شدید شما ریجستر در واقع نیو ریسرچ را میزنید. وقتی ریسرچ در واقع ریجستر نیو ریسرچ رو زدین، وارد این قسمت میشین که در واقع این قسمت اول همون قسمت تایتل رو وارد میکنید. من توی این قسمت سیستماتیک ریویو کامل توضیح دادم، اینجا یکم کوتاه‌تر توضیح میدم. توی این ابجکتیو دقیقاً شبیه همون قسمت